سلام. ما امروز میخوایم در این ویدیو به بررسی کاربردهای کلورهگزین در درمانهای اندودانتیک بپردازیم. کلورهگزین یک ماده آنتی باکتریال هست که سالها در درمانهای پزشکی در درمان بیماریهای چشمی و پوستی ازش استفاده میشده و طی سالهای اخیر در دندانپزشکی هم مقبولیت پیدا کرده و به خصوص در درمانهای اندو طی 1-2 دهه اخیر کاربرد داره و داره ازش استفاده میشه. این ماده یک ماده با بار کاتیونی با pH حدوداً بین 5.5 تا 7 که باعث شده دارای خاصیت آنتی باکتریال باشه و روی باکتریای گرم مثبت، گرم منفی و حتی مخمرها هم تاثیرگذار باشه و در غلظت‌های مختلف میتونه خاصیت باکتریوسید و یا باکتریوستاتیک داشته باشه. ما از کلورهگزین استفاده‌های متعددی میتونیم در درمان ریشه داشته باشیم که اولین استفاده اون قبل از شروع درمانمون به عنوان دهانشویی است. یعنی اگر بیمار ما قبل از انجام درمان اندودانتیک بیاد به عنوان دهانشویی به مدت 30 ثانیه تا 1 دقیقه از کلورهگزین به عنوان دهانشویی استفاده بکنه، آرسل هایی که حین درمان تولید میشه اینا تقریباً به میزان زیادی عاری از میکروارگانیسم خواهد بود و بنابراین میزان کراس کانتامینیشن رو در طول درمان ما و در مطب ما به حداقل ممکن میرسونه. یکی دیگه از استفاده‌های کلورهگزین حین درمان که جز شایع‌ترین موارد استفادهش است، استفاده از محلول‌های کلورهگزین در غلظت‌های مختلف، یعنی از 0.12% تا تقریباً 2% است که ما به عنوان ماده شست‌شوی‌دهنده کانال میتونیم ازش استفاده بکنیم. اگرچه که هنوز هم هیپوکلوریت سدیم به عنوان یک محلول شست‌شوی‌دهنده استاندارد و شاید بگیم گلد استاندارد در همه درمان‌های اندو مطرح است و کلیه مواد جدید و محلول‌های جدیدی که میان رو با هیپوکلوریت سدیم میسنجن، اما کلورهگزین هم به عنوان یک آلترناتیو میتونه به عنوان شستشوی‌دهنده در درمان‌های ریشه مطرح باشه که حتی میگن در غلظت‌های بالای حدود 2%، حدود 2%، حالا نمیتونیم بگیم بالای 2%، میتونه معادل هیپوکلوریت 525 خاصیت آنتی باکتریال داشته باشه. حالا چرا کلورهگزین توصیه میشه؟ چون در مواردی که ما احتمال میدیم که هیپوکلوریت سدیم از محدوده کانال خارج بشه، مثل تحلیل ها، مثل پرفوریشن ها، مثل دندون های با آپکس باز، که ما باید با احتیاط هیپوکلوریت سدیم رو استفاده بکنیم و احتمال آسیب به نواحی پریپیکال رو میدیم، کلورهگزین میتونه بسیار کمک کننده باشه و به عنوان یک شستشو دهنده و یک آلترناتیو میتونه مطرح باشه و مورد استفاده قرار بگیره. یکی از خصوصیات بارز کلورهگزین تأثیری هستش که این محلول و این ماده روی باکتری ایفکالیس داره. چون ایفکالیس یا آنتروکوک فکالیس یک میکروارگانیسم بسیار مقاوم هست که تونستن اون رو از اغلب کانال هایی که درمان ریشه شده و فیل شدن جدا کنن. بنابراین همیشه این فرضیه مطرح هست که شاید عامل ایجاد شکست های درمان ریشه حضور ایفکالیس باشه و کلورهگزین یکی از مؤثرترین شستشوی‌دهنده هایی هستش که روی ایفکالیس میتونه تاثیرگذار باشه و در درمان مجددها وقتی استفاده میشه میتونه موفقیت درمان مجدد رو افزایش بده. بنابراین یکی از گزینه‌های مطرح ما در درمان مجددها به عنوان شستشوی‌دهنده کانال میتونه کلورهگزین باشه. نکته‌ای که فقط باید هنگام استفاده از کلورهگزین ما بهش دقت کنیم و رعایت کنیم اینه که اگر کلورهگزین و هیپوکلوریت سدیم رو به دنبال هم، یعنی با هم دیگه کنار هم مصرف کنیم، باعث ایجاد یک در واقع رسوب میشه، یک رسوب قرمز رنگی که این رسوب قرمز رنگ هم میتونه باعث تغییر رنگ دندون بشه و هم میتونه روی دیوارهای کانال رسوب بکنه و باعث بشه که ما سیل خوبی نتونیم برقرار کنیم و کانال رو نتونیم خوب سیل کنیم. یا اگر کلورهگزین رو با EDTA استفاده کنیم پشت سر هم،
تشکیل یک محلول نمکی میده که این در واقع رسوب نمکیه میتونه روی دیوارهای عاجی رسوب بکنه، دیوارهای کانال، و باز هم مانع از ایجاد یک سیل مطلوب در کانال بشه. بنابراین توصیه میشه که اگر ما بخوایم کلورهکسین رو با یکی از این دو تا ماده استفاده کنیم، در دسترس ترین ماده برای ما سرم هست که باید بین در واقع فواصل این دو تا ماده که میخوایم استفاده کنیم سرم رو اکتیو بکنیم و شستشو بدیم کانال رو که این تداخل پیش نیاد و این رسوب ها تشکیل نشه. استفاده دیگه‌ای که میتونیم از کلورهکسین داشته باشیم استفاده از ژل 2% اون به عنوان داروی داخل کانال هست. یکی از شایع‌ترین داروهای داخل کانالی که سال‌هاست داره استفاده میشه داروی کلسیم هیدروکساید هست که ما در فواصل جلسات درمانیمون به عنوان داروی داخل کانال ازش استفاده میکنیم. منتها گاهی اوقات شاید تمیز کردن کلسیم هیدروکساید از محدوده کانال دشوار باشه که ما تو این موارد میتونیم از کلورهکسین هم استفاده کنیم، از ژلش بعد استفاده کنیم، از ژل 2% غالبا به عنوان داروی داخل کانال استفاده میشه. و حسنی که داره اینه که اولا اگر بخوایم درمان مجدد انجام بدیم و به هر دلیلی درمان مجدد ما 2 جلسه‌ای بشه، یکی از گزینه‌هامون میتونه گزینه‌های داروی داخل کانالمون به جای کلسیم هیدروکساید میتونه کلورهکسین باشه. و یه حسن دیگه ای که داره اینه که راحت‌تر از دیوارهای کانال تمیز میشه در جلساتی که میخوایم درمان رو تمام بکنیم. و نکته دیگه ای که هست اینه که به دلیل دارا بودن خاصیت سابستانتیویتی که در ادامه بهش اشاره میکنم، در درمان مجددها خاصیت این ژل به مرور زمان، خاصیت آنتی باکتریش به مرور زمان در واقع تداوم پیدا میکنه با گذشت زمان و ما خاصیت آنتی باکتریال رو در طول زمان خواهیم داشت. و در خصوص سابستانتیویتی که بهش اشاره کردم به این معناست که چون کلورهکسین بار کاتیونیک داره میتونه بره و با بلورهای هیدروکسیل و با در واقع نسج سخت باند بشه و به مرور زمان ریلیز بشه. یعنی وقتی که ما حتی کانال رو شستشو هم میدیم این به دیوارهای عاجی کانال و سیستم کانال چسبیده و به مرور زمان که میتونه آزاد بشه و خاصیت آنتی باکتریالش تداوم داشته باشه. که این رو حالا مطالعات مختلف زمانهای متعددی رو ذکر کردن، زمانهای مختلفی رو ذکر کردن، از چند روز یا تا حتی چند هفته هم ذکر شده این سابستانتیویتی. و یه نکته‌ای که ما میتونیم از این سابستانتیویتی بهش در واقع ازش استفاده بکنیم زمانی هست که ما کار درمان ریشمون تمام شده و میخوایم دندون رو پانسمان بکنیم. همیشه بعد از انجام پانسمان این در واقع نگرانی وجود داره که نکنه پانسمان لیک بکنه و این لیک پانسمان باعث بشه کانال دوباره ریکانتامینه بشه. اگر ما بعد از اتمام کارمون پالچام رو بیایم آغشته بکنیم به کلورهکسین و یا پنبه یا نوار تفلونی که زیر پانسمان استفاده میکنیم اون رو بیایم آغشته کنیم به کلورهکسین، این احتمال وجود داره که به دلیل باند شدن کلورهکسین به آجی که در پالچام وجود داره باعث بشه که این خاصیت آنتی باکتریال به خاطر سابستانتیویتی تداوم داشته باشه و در صورت لیک پانسمان چون کلورهکسین داره همینطوری ریلیز میشه اونجا و خاصیت آنتی باکتریال داره مانع از ریکانتامینیشن کانال بشه. بنابراین با مواردی که ذکر کردم شاید کلورهکسین به عنوان یک در واقع ماده مطلوب و مناسب به دلیل دارا بودن خاصیت آنتی باکتریال بتونه در درمانهای اندو در برخی موارد جایگزین برخی محلول‌های شستشو دهنده و در برخی موارد به عنوان داروی داخل کانال ازش استفاده بکنیم تا موفقیت درمانمون رو بالاتر ببریم.